امروز قراره 15 تا از ماشینای کلکسیون کریستیانو رونالدو رو بهتون معرفی کنم. های مای لویال فرند، چطورین بچه‌ها؟ رزی تایم اینجاست، خفن و پر انرژی با یه ویدیوی متفاوت. بچه‌ها از امروز قراره یه سری ویدیوهای متفاوت براتون تولید کنم و بسازم. اینکه قرار ماشینای فوتبالیستای مطرح دنیا رو بهتون معرفی کنم، کلکسیون ماشیناشون رو. هر کدوم برای خودشون یه کلکسیون ماشین دارن و خیلی ماشینای خفن دنیا رو هم جمع میکنم. من فکر کردم که ماشین بازترینشون کریستیانو رونالدو باشه و کریس برای اولین بازیکنی که قرار ماشیناشو بهتون معرفی کنم فکر کنم مناسب باشه. بچه‌ها 15 تا از ماشینای برتر کلکسیون کریستیانو رونالدو رو قرار توی این ویدیو ببینید، هم بدونید سرعتش چجوریه، قیمتش چقدره، از کدوم کشوره و اینکه چه زمانی خریده شده. این ویدیو سر تا سرش برای شما میتونه جذابیت باشه و اینکه میتونید متوجه بشین که ستاره محبوبتون، حالا اگه کریستیانو رونالدو هستش، چه ماشینایی داره و توی کلکسیونش از چه شرکت‌های ماشین نگه می‌داره. پس تا انتهای ویدیو حتما با من باش و اینکه توی کامنت ها به من بگو دوست داری که نفر بعدی که ماشیناشو معرفی میکنیم کی باشه، کلکسیون بعدی شو، و اینکه آیا از این دست ویدیوها دوست دارین. اگه دوست دارین حتما توی کامنت ها برام بنویسید و پر انرژی تا انتهای ویدیو با من باش. اولین ماشین بوگاتی چنتو دیچیه، یه ماشین فرانسوی. شرکت بوگاتی بچه‌ها یه شرکت فرانسویه که یه صنعتگر ایتالیایی اومده و تأسیسش کرده توی فرانسه و کریس خیلی عاشق ماشینای بوگاتیه و چند مدلش هم داریم که اگه تا انتهای ویدیو با من باشین متوجه میشین که چه ماشینایی از شرکت بوگاتی رو داره. این اولین ماشینی که از شرکت بوگاتی داره، چنتو دیچی، یه ماشین خیلی مقرون به صرفه که کریس داره. قیمتش خیلی ناقابل 10 میلیون دلاره. من اینو از بنگاهی سر کوچه‌مون پرسیدم. سر کوچه ما همه این ماشینا موجوده بچه‌ها، همه قیمت‌ها رو استعلام گرفتم. اگه خواستین بخریم با خیال راحت میتونین بگیرید و 0 تا 100 این ماشین فقط 2.4 ثانیه است. یعنی 2.4 ثانیه، 1 2 100 تا پر شد، تموم. فرصت می‌کنی پاتو بذاری رو گاز، 100 تاش پر میشه و ماشینی که کریس خیلی دوستش داره. و جالبه بدونید بچه‌ها از این ماشین فقط 10 تا کلا توی دنیا تولید شده. 10 تا تولید شده و یکیش رسیده به کریس. این خیلی خفنه به نظر من که خیلی ماشین خوشگلی، منم دوستش داشتم. منم نظرمو راجع به ماشینا میگم، شما هم نظرتون رو راجع به ماشینا بگین توی کامنت ها. ماشین شماره 2 بازم از شرکت بوگاتیه، شرکت فرانسوی بوگاتی. این ماشین بچه‌ها جالبه بدونید که با قیمت 2.5 میلیون دلار، یعنی 157 میلیارد تومان به قیمت خودمون، پرسرعت ترین ماشین شرکت بوگاتی شده و از سال 2016 جایگزین بوگاتی ویرون شده. این ماشین همونطوری که گفتم بچه پرسرعت ترین ماشین شرکت بوگاتیه. کریس هم که عاشق سرعت. ماشین شماره 3 بازم از شرکت بوگاتیه. کریس به شدت بچه‌ها بوگاتی رو دوست داره و 3 تا از خفن ترین ماشیناشو توی کلکسیونش داره که این سومین ماشین خفن توی کلکسیون کریس هستش با قیمت 2 میلیون دلار که به پول خودمون 126 میلیارد تومان میشه. و جالبه بدونید که حداکثر سرعت این ماشین 407 کیلومتره و بعد خدا رو شکر کنیم که کریس توی ایران رانندگی نمیکنه تو جاده‌های ایران، وگرنه با این سرعت قطعا خودش رو به کشتن میده. ماشین شماره 4 از شرکت خفن لامبورگینی هستش. لامبورگینی بچه‌ها یه شرکت ایتالیاییه و این ماشین از خودروهای کم قیمته، یعنی از خودروهای ارزون کلکسیون کریس هستش با قیمت 318,000 دلار که تقریبا به پول ما میشه 20 میلیارد تومان. تازه این ماشین ارزونشه، میشه 20 میلیارد تومان و حداکثر سرعت 370 کیلومتر بر ساعت. یکی از خفنا و ارزون قیمت‌های کلکسیون کریس رونالدو. و جالبه بدونید بچه‌ها کریس چون که داره ماشینای خفن توی دنیا رو جمع میکنه، دوست داشته که این خودروی ارزون قیمت رو که البته برای ما فکر میکنیم نسبت به ماشینای دیگه‌اش ارزون قیمته، دوست داشته که از این شرکت هم این ماشین رو داشته باشه توی کلکسیونش و اینکه جالبه بدونید که خیلی هم دوست داره این ماشین رو. ماشین شماره 5 مازراتی کرانگابریو از یه شرکت ایتالیاییه با قیمت 140,000 دلار که به پول ما میشه تقریبا 9 میلیارد تومان. و اینکه این ماشین رو کریس زمانی که توی رئال بازی میکرد خریده بود برای خودش و این ماشین مدلش 2011 از ماشیناییه که کریس خیلی دوستش داره. ماشین شماره 6
رولز رویس فانتومه که بچه من خودم خیلی خوشم اومد از این ماشین، خیلی خفنه. یه ماشین خانوادگیه. الانم بهتون میگم چرا کریس خیلی این ماشین رو دوست داره. این ماشین بچه قیمتش به پول ما $400,000 که میشه هولوش 25 میلیارد تومان. خیلی ناقابل. برای این کریس خیلی دوستش داره که سفرهای خانوادگیشو اکثرا با این ماشین میره، با این ماشین راحته با خانواده‌اش هم که کم جمعیت نیستش، ماشاءالله 5-6 نفرن، میریزن عقب وانت میرن سفر. بچه رولز رویس فانتوم و جورجینیا همسر دوم کریس رونالدو برای کریسمس بهش هدیه داده. یاد بگیرین اینجوری باید هدیه بدین. ماشین شماره 7 آودی R8. این ماشین بچه‌ها زمانی که کریس به رئال اومد این ماشین رو گرفت و دلیلش هم اینه که بچه‌ها زمانی که کریس به رئال اومد، رئال با شرکت آودی قرارداد داشت و بخشی از پول بازیکن‌ها رو سعی می‌کرد با خودرو بهشون پرداخت کنه. این ماشین قیمتش $161,000 که به پول ما تقریبا میشه 2.5 میلیارد تومان. بچه آودی هم یه شرکت آلمانیه. این اطلاعات ماشینی رو هم بهتون میدم که اگه بچه‌هایی که نمیدونن در جریان قرار بگیرن و عشق کنن. به نظرم ماشین خفنیه، من خیلی خوشم میاد. سیس جنسیس داره تقریبا، البته قابل قیاس نیست ولی سیس جنسیسه که من خیلی دوست دارم. حداکثر سرعت این ماشین بچه 330 کیلومتر بر ساعته. کریس خودشو نکشه خدا رحم کنه. ماشین شماره 8 یه ماشین آلمانی از شرکت خفن مرسدس بنز GLE 63S. بچه یه ماشین کوپه است با قیمت $120,000 که تقریبا به پول ما میشه 7.5 میلیارد تومان. یکی از با ارزش ترین ماشینای شرکت بنز توی کلکسیون کریس رونالدو. ماشین شماره 9 ماشین خفن مکلارن سنا هستش از یه شرکت انگلیسی با قیمت $1,000,000 که به پول خودمون ناقابل میشه 63 میلیارد تومان. این بچه این اسم برگرفته از یه راننده فرمول 1 افسانه‌ای به اسم آیرتون سنا هستش. از اسم اون الهام گرفتن که اسمشو گذاشتن سنا، مکلارن سنا. و اینکه کریس این ماشین رو به شدت دوست داره چون تنها ماشینیه که شبیه به ماشین‌های فرمول 1 و مسابقه‌ای توی کلکسیونش هستش. ماشین شماره 10 ماشین فوق خفن فراریه که بچه‌ها من خودم خیلی دوست دارم. مدل F12 TDF هستش که تنها ازش 799 تا توی دنیا تولید شده. حالا برادر من یه دونه دیگه تولید میکردیش 800. من نمیدونم فلسفه این که 799 تا ازش تولید شده چیه. قیمت این ماشین $800,000 که به پول ما ناقابل میشه 50 میلیارد تومان. و اینکه چون کریس عاشق سرعت طبیعی یه فراری باید توی کلکسیونش داشته باشه. ولی از اونجایی که کریس دوستمون انقدر خفنه، یه 2 تا فراری ناقابل هم تو گاراژ پشتی خونش داره. و بچه این واقعیه ها، 2 تا فراری هم توی یه گاراژ دیگه داره. سرعت این ماشین 340 کیلومتر بر ساعته و 0 تا 100 این ماشین 1.9 ثانیه است. یعنی کمتر از 2 ثانیه این ماشین 100 تا رو پر میکنه. یعنی موشک خالص. 1-2. میخوام خفن ترین و گرون ترین ماشین کریس رونالدو رو بهتون نشون بدم. بوگاتی لاوییتور. این ماشین بچه قیمتش $19 میلیون. گرون ترین ماشین دنیا و گرون ترین ماشین کلکسیون کریس رونالدو لقب گرفته. و جالبه بدونید که از لحاظ مشخصات فنی خیلی زیاد فرقی نداره با مدل‌های دیگه‌اش، اما یه تغییرات خیلی ریز و کوچیکی داره. اینو منحصر به فردش کرده و پولدارای دنیا هم دوست دارن برای همین تغییرات خیلی ریز هزینه کنن اینا رو. و اینکه به پول خودمون تقریبا میشه 1197 میلیارد تومان. یعنی 1,197 میلیارد تومان. دیگه چی میخوای؟ از این ماشین بچه تعداد محدودی توی دنیا تولید شده و فکر میکنم کمتر از انگشتای یک دست تولید شده از این ماشین و یه دونه‌شو کریس داره. ماشین شماره 12 از شرکت خفن آلمانی BMW یا همون BMW M6. این ماشین با قیمت $120,000 که به پول خودمون تقریبا 7.5 میلیارد تومان میشه یه ماشین لوکس از شرکت BMW، اما ماشین خیلی خفن و بالایی نیست. ولی چون کریس دوست داشته که نسبت به ماشینای دیگه‌اش خیلی بالا نیست، چون کریس دوست داشته که توی کلکسیون